کدوم یکی سریع‌تره، دنا یا شاهین؟ سلام، من کاوم و خیلی خوش اومدید به RPM. امروز درک داریم بین دو غول خودروسازی ایران. در این سوی میدان شاهین داریم با موتور 1.5 لیتر توربو و البته 8 سوپاپ. در آن سوی میدان دنا داریم با موتور 1.7 تنفس طبیعی که به VVT مجهزه. موتور شاهین 110 اسب قدرت، 175 نیوتنمتر گشتاور و وزن ماشین 1270 کیلوگرمه. موتور دنا 115 اسب قدرت، 155 نیوتنمتر گشتاور و وزن ماشین 1260 کیلوگرمه. و قیمت هر دو ماشین هولوش 700. خب پارسا نظر تو چیه؟ من فکر میکنم ماشینم چون لگه توربو نداره، البته چون توربو نداره، فکر میکنم که این یکم کمکم بکنه که بتونم بگیرم. بعد یک مسئله دیگه هم که هست، ماشین من سوپاپ متغیره، این شاید کمک کنه که تو دور بالا بتونم بگیرم. پس یعنی تو میبری؟ 100%. خب قبل از شروع مسابقه خیلی ممنون میشم که ویدیو رو لایک کنین، کانال رو سابسکرایب کنین و برای هر گونه همکاری یا اسپانسری به آیدی اینستاگرام پیام بدین. خب پارسا با علامت علی راه میافتیم. آماده‌ای؟ بریم. کمربندو میبندیم. من تکمیل. 3 2 1. چهار جا نخورد کامه. خب احساس کردم که تو شتاب ثانویه راحت داری میرسی. تو شتاب ثانویه به دور برسه آره راحت‌تر میرسم. قشنگ میگه با اختلاف میافتم جلو. خب دور قبل دنده 4 پارسا جا نخورد و این باعث شد که نتونه خط پایان رو تموم کنه و من زودتر از خط پایان رد شدم، ولی داشت میرسید قشنگ. خب ما قبلا هم یه دنا پلاس داشتیم ولی اصلا اینجوری راه نمیرفت. دیگه بالاخره این دناهای قدیمی باید از این مدل‌های سوسولی جدید بهتر راه بره دیگه، طبیعیه. اوکی. خب پارسا میریم برای دور دوم ببینیم این دور چی میشه. 3 2 1. یه ذره بدلامش کردم، دارم جلو میفتم. خیلی تون میری ماشینت ها. چکریم. خب پارسا درک میریم دور سوم دیگه، تا سه نشه بازی نشه، ببینیم کی میگیره. شاید تو این دور بتونم بگیرم. 3 2 1. شتاب اولیه. پیروزی از آن ماست. خب پارسا این دور که نشد. همون اولش، استارت اولش تو خیلی بهتر میری، مخصوصا 1 و 2. بعدش تو شتاب ثانویه رو حس میکنی؟ ثانویه رو آره قشنگ نزدیکت میشم دیگه، یعنی قشنگ پتانسیلش داره که تو دنده 4 و 5 بگیرم با اختلاف. ولی کافی نیست. چرا من میگم به خط پایان طولانی تر کنی. متاسفانه امکانش نیست. خب پارسا این دور میریم برای رولینگ. بریم تو رولی. دنده 2 30 تا خوبه؟ اوکی. خب با بوق سوم آماده؟ واسه من برسم به 30 بشه. آماده؟ بریم.
خب حالا ببینیم که دقیقاً چه اتفاقی افتاد. شتاب 0 تا 100 رو ما برای هر دو ماشین زیر 14 به دست آوردیم. اما برای شاهین فقط ویدیوی دور اول ثبت شد، نه بهترین دور. تو شروع کار شاهین به خاطر گشتاور بیشتری که تو دور پایین تولید میکرد تقریبا به اندازه یک ماشین پیش میافتاد، ولی از یه جایی به بعد انگار بوست توربو شاهین میمد پایین و بعد از تعویض دنده دنا همچنان توی دور بود و فاصله رو جبران میکرد. وقتی که دور موتور دنا به نزدیکی 6 میرسید توان موتور از دست میرفت، مشابه اتفاقی که برای 207 میافتاد. خب پارسا تقریبا همه دورا رو که من بردم. آره ولی انتظارش نداشتم. این دور میریم برای تست ترمز. تست ترمز شاید ازت ببرم. خب پارسا دنده 460 تا بیا به کوروش که رسیدیم به کوبرو ترمز. باشه. الان سرعت 60. الان سرعتم 60. ترمز خوردمت. زودتر واسطادیم. دوباره تست ترمز نمیگیرم. خوب بود تست. مرسی از اینکه ویدیو رو تا اینجا تماشا کردین. سابسکرایب کانال و لایک و کامنت ویدیو فراموشتون نشه و همچنین برای همکاری و اسپانسری به آیدی اینستاگرام پیام بدید. با سپاس. کات. PMC چی بد نگاه میکنه؟